ممنون عزیز، باز نزدیمان یک نمود انگور آوردن. آقای امیری، این انگور چی نام داره؟ انگور شاهرودی. شاهرودی؟ شاهرودی. اصالت شهر شاهروده. شهر شاهرود ایران. این نزدیکی مشهد. این انگور رو ببینید چقدر زیبا انگور است. انگور شاهرودی است. این انگور مزه صاحبی خودمون رو دارد، لیکن این انگور از خصوصیت این دانه دارد. این خصوصیت دارد که یک سال در سردخونه میمونه. در سردخانه یک سال میمونده است. یک سال 12 ماه. ماشاءالله. خیر خدا خواهد از اینم نهارش رو میبریم. نامش چی گفتید؟ انگور شاهرودی. بسیار نامش شاهرودی. بسیار پربار. تشکر. یک شاه خود نمی‌بینی. یک جان تشکر به شما. انا هم درون عزیز حاضر من این را یک چشیده بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. راحت میکنید. شیرین. از این هم میبریم نهار خدا خواهد. انشاءالله. انشاءالله. آقای امیری خدا خواهد از این هم نهار میتید و ما از این هم میتید. انشاءالله. یک تا دو تا نه. با پول میگیریم هزار میگیریم. هزار. درست؟ من هم درون عزیز درخواست کنید. البته این سوپر این راحت کدام اگر گیرد راحت نکرد اگر من بجای همین 10 تا انگور میتیم. اینم سوپر. این فقط دانه داره. وای بدونه هست. الان خیر هم درون عزیز ما یک سال میسته. یک سال میسته بود در بله. خالدینی. خصوصیت های خودش هست. براش ما الان خیلی حرکت ها میکنیم که بهترین میوه های دنیا را جمع کرده بریم و تاجیکستان پر از میوه های خوب و بامزه شود. انشاءالله. سلامت باشی. آقای مری اینجا شنید شما اینجا